سلام دوستان، من هیوا هستم. به دارک پادکست خوش اومدید. ما اینجا پرونده های جنایی رو بررسی میکنیم. هر چیزی که میبینین و میشنوین کاملا حقیقت داره. اگه این اولین باره که چنل ما رو میبینین ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین و چنل رو سابسکرایب کنین. یه شب چند تا دوست داشتن از یه مهمونی برمیگشتن خونه هاشون، اما هیچ کدوم از اونا نتونستن سالم به مقصد برسن. اونا دچار تصادفی شدن که فکر میکنم بدترین تصادفی بود که تا حالا دیدم. این حادثه توی دوربین‌های مداربسته توی مسیر ضبط شده. باید همین اول یه توصیه‌ای بکنم برای اونایی که فوبیای تصادف دارن. اگه میترسین ادامه ویدیو رو نبینین. چون من تمام تصاویر مربوط به تصادف رو که توسط دوربین مداربسته گرفته شده نشون میدم. شاید از خودتون بپرسین اگه این فقط یه تصادفه چرا ما در چنل مربوط به پرونده های جنایی داریم مطرحش میکنیم. خب حق دارین، اما باید بگم این یک تصادف معمولی نیست. خب همراه من بیاین تا با هم راز این داستان رو کشف کنیم. باید به 31 جولای 2022 برگردیم. چیزی که ما میدونیم اینه که در ساعت 1 بامداد حدود همون یک بامداد فکر میکنم باشه چند تا دوست با همدیگه جشن گرفته بودن. اونا دومینیک، دیویون و مکنزی بودن. دومینیک رو گاهی وقتا دام هم صدا میزدن و مکنزی رو هم گاهی اوقات کنزی صدا میزدن. دومینیک دیویون و مکنزی رو به خونه یکی دیگه از دوستاش برد که توی همون محله بود. گروهی که توی خونه دوم بودن آرومتر از گروه خونه اول بودن. یعنی توی خونه اول پارتی بود، اما خونه دوم فقط یه دوره همی ساده بود و آرامش داشتن. هر ستای اونا حدود 17 تا 18 ساله بودن. از ساعت 2 بامداد تا حدود 5:30 صبح توی خونه دومی بودن. همین ساعت تصمیم گرفتن برن. مکنزی و دومینیک میخواستن با همدیگه برن که دیویون بهشون گفت که احتیاج داره که یکی از اونا اونو به خونش برسونه. دومینیک استقبال کرد و به مکنزی گفت اجازه بده اون با ما بیاد. دیویون و دومینیک دوستای نزدیکی بودن. البته هر ستاشون با هم دوست بودن، اما دیویون و دومینیک رابطه نزدیکتری با هم داشتن. در نتیجه دیویون باهاشون همراه شد و اونا به سمت خونش رفتن. همه چیز عادی به نظر می رسید و اونا توی مسیر رسوندن دیویون به خونش بودن، اما ناگهان در عرض چند دقیقه همه چیز تغییر کرد. سرعت ماشین از 100 مایل در ساعت بیشتر رفت و همین سرعت ادامه داشت تا لحظه‌ای که با یک ساختمان برخورد کرد. همه اینا در دوربین‌های مداربسته ضبط شده بود و پلیس بعد از تصادف این فیلم‌ها رو منتشر کرد. من الان اونا رو اینجا بهتون نشون میدم تا ببینین ماشین بعد از تصادف چه شکلی شده بود. خب همونطور که دارین میبینین در اولین تصویر خیابون خلوته. در واقع بهتره بگم اصلا هیچ پرنده‌ای اونجا پر نمیزنه، چون همونطور که گفتم ساعت 5:30 صبحه و به ندرت کسی توی این ساعت بیداره. دقت کنین به اینکه چطور دارن میپیچن. دوربینای دیگه‌ای توی مسیر نزدیک محل تصادف وجود داشت و یکی از اونا صدای سرعت ماشین رو هم ضبط کرده بود. بعد از پیچیدن ناگهان سرعت ماشین شروع به افزایش کرد. سرعت همینطور بالا و بالاتر میرفت و در طول مسیر جاده به شکل حرف تی بود. یعنی وقتی به انتهای مسیر میرسید یا باید به سمت چپ یا باید به سمت راست میپیچید، اما ماشین نه به راست پیچید نه به چپ و مستقیم با ساختمان روبرو برخورد کرد. قبل از اینکه به اون ساختمون برخورد کنه یه تابلوی سنگی بود که اول با اون برخورد کردن و بعد با ساختمون. چیزی که الان نشونتون میدم از نزدیکترین دوربین مداربسته به حادثه گرفته شده.
گفته میشه ساختمانی که باهاش برخورد کردن یک کارخونه بود. به همین دلیل کسی صدای برخورد رو نشنید، چون افراد داخل ساختمون فکر میکردن که صدای دستگاه هاست. افراد بیرون هم ظاهراً توی خواب عمیق بودن و صدای برخورد رو نشنیدن. با اینکه صدای تصادف خیلی بلند بود. گفته ها حاکی از اینه که چون آخر هفته بود احتمالاً اکثر مردم تا دیر وقت بیدار مونده بودن و توی خواب عمیق بودن، یا شاید هم اصلا خونه ای اون نزدیکی ها نبود. ماشین بچه ها به مدت 45 دقیقه توی محل تصادف بدون حرکت موند تا اینکه یه نفر که از اونجا رد میشد و تصادف رو دید سریع با پلیس تماس گرفت. تصاویری که الان میبینین همش توسط دوربین پلیس ضبط شده. این فیلم کامله، اما من ممکنه فقط قسمت‌هایی از اونو نشون بدم. توجه داشته باشین که هیچ کدوم از بچه‌ها توی فیلم ظاهر نمیشن چون چهرهشون محو شده. الان یه بخشی رو میبینیم که مربوط میشه به واکنش پلیسا. من حرفای مامورای پلیس رو که از دیدن صحنه خیلی شوکه شده بودن براتون میگم. از این جهت خیلی شوکه کننده بود براشون، چون میدونستن که ماشین قبل از تصادف چطوری بوده و الان به چه شکلی در اومده. این تصویر ماشین قبل از تصادف. اما بعدش ماشین کاملا متلاشی شده بود و یکی از اونا گفت توی عمرم همچین تصادفی ندیدم. خیلی مشخصه که یک چنین اتفاقی معمولا توی شهر رخ نمیده. اونا سعی میکردن بچه ها رو بیرون بیارن و بفهمن چند نفر داخل ماشینن و بتونن هویت اونا رو شناسایی کنن. ماشین کاملا متلاشی شده بود. وقتی کارت‌های شناسایی، کیفا، موبایلا و هر چیزی که میتونستن از ماشین بیرون بیارن و پیدا کردن، فهمیدن که اونا مکنزی، دومینیک و دیویونن. حادثه اونقدر وحشتناک بود که باعث مرگ آنی بچه ها شده بود. از صحنه‌ای که پلیس میدید مشخص بود که مکنزی راننده بوده. دومینیک کنارش نشسته بوده و دیویون پشت دومینیک نشسته بوده. حالا سخت‌ترین لحظه برای پلیس رسیده بود که باید این خبر رو به خانواده هاشون میداد. اونا از خانواده مکنزی شروع کردن و درباره تصادف بهشون گفتن. وقتی پلیس سعی میکرد بچه ها رو ببینه، از صحنه مشخص بود که هیچکس زنده نیست. اما یهو متوجه شدن که شکم مکنزی حرکت میکنه و مشخصه که انگار به سختی داره نفس میکشه. خب مکنزی زنده بود. پلیس اونو با هلیکوپتر به نزدیکترین بیمارستان منتقل کرد. فوراً اونو برای معاینات بردن و مشخص شد که نیاز به عمل جراحی فوری داره. قطعاً یک سری کوفتگی و شکستگی داشت، اما زنده بود. وقتی اونا به خانواده‌اش گفتن، اونا با اینکه خیلی ترسیده بودن اما در عین حال خوشحال بودن که بچه‌شون زنده است. مطمئناً شما میدونین که سطح ترس بعد از تصادف چقدر میتونه بالا باشه و با چه آسیبا و پیامدهایی میتونه فرد مواجه بشه. بعضی افراد میتونن به زندگی عادی برگردن. بعضی از آدما فقط چند روز زنده میمونن و خیلیاشون هم در خطرن اگر نیاز به یک عمل جراحی یا چیزی مشابه این داشته باشن. شرایط خیلی متشنج بود. وقتی پلیس به خانواده مکنزی گفت که 2 نفر دیگه هم توی ماشین بودن و فوت کردن، اونا ترسیدن و اسم جیکوب رو گفتن. من نمیدونم که جیکوب کیه. شاید اونو با دیویون اشتباه گرفتن، چون مشخصه که هیچ کس دیویون رو نمیشناخت و اون فقط دوست دومینیک بود. پلیس فکر میکنم اسم دام رو ذکر کرد و پدر مکنزی بود که دام رو به یاد آورد. به هر حال اونا فهمیدن که اون دومینیکه و وقتی پدر مادر مکنزی فهمیدن که دومینیک مرده، از شدت گریه فرو ریختن. مادر نمیخواست باور کنه که این دومینیکه و گفت امکان نداره، منظورتون دومینیک مفرفریه؟ اون خیلی گریه کرد. پلیس ازشون پرسید که رابطه دومینیک با دخترتون چیه؟ اونا گفتن که اون دوست پسر دخترمونه. حالا سخت‌ترین قسمت رسیده بود. خبر دادن به خانواده های قربانیان. تصور کنین وقتی پدر مادر مکنزی فهمیدن که دوستای دخترشون مردن، شوکه شدن و از هم پاشیدن. حتی اگه دیویون رو نمیشناختن، اونقدر فاجعه بزرگ بود که فرو ریختن. پس تصور کنین پدر مادرای خودشون چه حسی پیدا میکنن. واقعاً کار دشواری بود برای پلیس.
حدود 1 هفته بعد سرانجام مکنزی از بیمارستان مرخص شد و به خونه رفت. اما هیچ جزئیاتی از تصادف و حتی قبل از اون رو به یاد نمی آورد. روزها گذشت و اون به زندگی عادیش برگشت. چیزی که نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاده بود. اونا مرده بودن و توی این تصادف دست بر قضا برای اون عمر دوباره رقم خورده بود. تا اینکه هالووین رسید. اولین هالووین بعد از تصادف. مردم از مکنزی ناراحت بودن چون ایده هالووین اینه که هر کسی لباس مبدل میپوشه یا خودش رو شبیه یه چیزی یا شخصیتی میکنه. معمولا هم شبیه چیزای ترسناک میکنه. مکنزی خودش رو شبیه یک جسد کرده بود که ازش خون میومد. این کار مردم رو خیلی ناراحت کرد چون اون تازه از یک تصادف نجات پیدا کرده بود و حتی اگه میخواست چیزی بپوشه باید از هر چیزی که اونو به یاد اون فاجعه مینداخت دوری میکرد. مردم این کارش رو مرتبط میدونستن با وضعیت دیویون و دومونیک وقتی مرده بودن. به نظر من این فقط یک لباس مبدل بود و شاید کسی رو به خاطر لباس مبدلش نباید قضاوت کرد. اما مردم فکر میکردن که این یه نوع بی احترامیه که وقتی دوستات مردن و مخصوصا دوست صمیمیت کنار جونشو از دست داده خودتو به این شکل بزک کنی. اینا حرفایی بود که مردم توی شبکه‌های اجتماعی میزدن. جدا از همه اینا میخوام بدونم که شما به عنوان بیننده چه نظری دارین؟ میتونیم بگیم یه حادثه غم‌انگیز رخ داده و اون یه عمر دوباره پیدا کرده و نجات یافته، پس بذارین زندگیشو ادامه بده. اون واقعا بعد از حادثه همه جا توی شبکه‌های اجتماعی درباره دومینیک مینوشت. در صفحه فیسبوک دومینیک همیشه درباره اون مینوشت و توی اتاقش براش یه مزار درست کرده بود. اون دومینیک رو خیلی خیلی دوست داشت. اوایل که از بیمارستان مرخص شده بود دچار مشکلات روحی شد چون پدرش اجازه نداد توی مراسم تشییع جنازه دومینیک شرکت کنه. احتمالاً دقت کردین که توی صحبت‌های من حرفی از دیویون نیست. دلیلش اینه که اونطوری که من از این داستان متوجه شدم رابطه مکنزی با دیویون اونقدر نزدیک نبود که با دومینیک نزدیک بود. یا شاید هم حتی اولین بار بود که در اون زمان با دیویون ملاقات می‌کرد. یعنی زیاد درباره دیویون صحبت نکردن. به هر حال مکنزی برای دومینیک خیلی قصه دار بود. به همین دلیل هم در 6 آگوست 1 هفته بعد از مرخص شدنش از بیمارستان یه نفر با پلیس تماس گرفت تا به خونه اونا بره. یا پدرش تماس گرفت یا همسایه هایی که براشون مزاحمت ایجاد شده بود تماس گرفته بودن. اما چیزی که توی منبعی که من داستان رو خوندم ذکر شده بود فقط اینه که پلیس به خونه مکنزی فرستاده شد. وقتی مامورای پلیس وارد خونه شدن دیدن که اون خیلی عصبانی و ناراحته و اونا سعی کردن که اونا آرومش کنن. اون به اونا میگفت پدرم رو از من دور کنین. موضوع این بود که پدرش نخواسته بود اون توی مراسم تشییع جنازه شرکت کنه و به پلیس گفت که دخترش به یک روانپزشک احتیاج داره. گفته میشه که زمان حادثه اون 17 ساله بود و چند ماه تا 18 سالگیش مونده بود. این مدت اون زندگیش رو به طور عادی ادامه داد. اما کاراگاهان تحقیقات رو متوقف نکردند و پرونده بسته نشد. خب این یک حادثه تراژیک بود و علامت‌های سوال زیادی درباره این حادثه وجود داشت. همه ما، من، شما و همه مردم فیلم دوربین‌های مداربسته رو دیدیم. حادثه واقعاً دلخراش بود. اما چیزی جلوی چشای ما بود که دیدیم ولی بهش خیلی توجه نکردیم. این موضوع علامت سوال بزرگی درباره مکنزی ایجاد میکنه. وقتی پلیس برای اولین بار به خانواده ها خبر داد که مکنزی زنده است، گفت احتمال زیاد کمربند ایمنی اونو نجات داده چون اون تنها کسی بوده که کمربند ایمنی بسته بوده. اما دومینیک که کنارش نشسته بود و دیویون که عقب بود کمربند ایمنی نبسته بودن. این سوالی رو توی ذهن کارآگاه‌ها ایجاد کرد که آیا مکنزی عمدن کمربند ایمنی بسته بود؟ یا آیا اون عادت داشت کمربند ایمنی ببنده؟ و سوال مهمتر دیگه این بود که چرا مکنزی ناگهان سرعت ماشینش رو در عرض چند ثانیه به 90 مایل در ساعت و حتی بیشتر افزایش داد؟ همینطور از جعبه سیاه ماشین متوجه شدن که پدال گاز به شدت و طولانی مدت فشار داده شده بود و اصلاً ترمز زده نشده بود.
پس کسی که پدال رو فشار میداد قصد داشت بدون توقف سرعتش رو افزایش بده. مکنزی با این سرعت میرفت در حالی که میدید جلوش تابلو و ساختمونه و علاوه بر همه اینا داشت توی خیابونی رانندگی میکرد که این سرعت توش ممنوع بود. همینطور یه چیز دیگه ای هم هست. مکنزی باید مستقیم میرفت چون خونه دیویون درست مستقیم بود. پیچی که اون زد هیچ فایده ای نداشت، نه میون بود نه راه رو نزدیک میکرد و نه هیچ دلیل دیگه ای داشت. و سوال دوم، در سوابق ماشین به علاوه اون چی که توی فیلم دوربین مداربسته مشخصه، مکنزی در ابتدا با سرعت کاملا عادی میرفت اما به محض اینکه پیچید بلا فاصله گاز داد. این بزرگترین سوال پرونده بود. چرا وقتی پیچیدی سرعتت رو تغییر دادی؟ اصلا چرا اونو افزایش دادی؟ از سوابق ماشین مشخصه که اون پاش رو از روی پدال گاز بر نداشته بود و تلاش نکرده بود ترمز کنه. این سوالات زیادی رو ایجاد کرده بود. آیا این حادثه تصادفی بود یا داستان وحشتناکی پشت اونه؟ جالبه بدونین که پلیس مواد مخدر هم توی ماشین پیدا کرد، مثل حشیش و ماریجوانا. از بدن دیویون و دومینیک مشخصه که اونا مصرف کرده بودن، اما اینکه آیا مکنزی هم مصرف کرده بود یا نه مشخص نبود. اونا مواد رو توی کیف مکنزی پیدا کردن و این یعنی اگر در اون زمان مصرف نکرده بوده احتمالاً قبلا مصرف کرده یا کشیده. ولی در هر حال نمیدونیم که این چیزا متعلق به چه کسیه. خب تا الان پلیس و کاراگاهان نفهمیدن که دقیقاً چه اتفاقی افتاد. از مکنزی میپرسن چه اتفاقی افتاده؟ چرا سرعتتو زیاد کردی؟ اما مکنزی هیچ چیزی رو بیاد نمیاره. ولی شک همچنان کاراگاهان رو آزار میداد. اونا پیش افرادی که توی مهمونی بودن رفتن و پرسیدن که چند نفر اونجا بودن و یه سری سوالات اینطوری. از جمله افرادی که توی این پرونده ذکر شدن 1-2 نفر از دوستای دیویون بودن. از این اطلاعات متوجه شدن که دیویون توی تلفنش برنامه‌ای به اسم لایو 360 داشت. چیزی که من از این برنامه فهمیدم اینه که مثل شیر لوکیشن عمل میکنه. یعنی ممکنه من این برنامه رو نصب کرده باشم، تو هم این برنامه رو نصب کرده باشی و ما همدیگر رو توی یک دایره قرار بدیم که میتونیم ببینیم کجا میریم و هر لحظه کجاییم. این رو به عنوان نوعی اطمینان خاطر نصب میکنن. بعضی وقتا خانواده ها و دوستان برای همدیگه نصب میکنن. دیویون این برنامه رو توی تلفنش داشت و خوشبختانه یکی از دوستاش این برنامه رو نصب کرده بود و دیویون رو اضافه کرده بود. خب مشخصه که تلفن دیویون احتمالاً به خاطر تصادف خراب شده بود، اما از طریق دوستش فهمیدن مسیر ماشین چطور بود. ماشین طوری میرفت که انگار میدونست کجا میخواد بره و رانندگی تصادفی نبود. اون توی پیچ ها درست میپیچید. مستقیم درست میرفت، راست چپ همه چیز درست بود. هیچ چیزی اتفاقی نبود و هیچ اتفاقی هم تا اون موقع نیفتاد. اما مشخصه که توی اون نقطه مکنزی عمدن پیچید و میدونست آخر مسیر کجاست. اما قبل از برخورد مشخصه که ناگهان یه پیچ اتفاق افتاد و این پیچ مستقیم به سمت تابلو بود. این موضوع یه فرضیه هایی رو برای آدم ها ایجاد کرد. اینکه ممکنه دومینیک سعی میکرده که فرمان رو ازش بگیره تا ماشین رو بپیچونه، چون مشخصه که اون همچنان گاز میداده و دومینیک سعی میکرده حداقل ماشین تصادف نکنه. این اتفاق درست قبل از تصادف افتاد و البته ما هنوز نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. اینا همشون فرضیه‌ان. اون چیزی به یاد نمیاره اون 2 نفر هم که مردن. اما به هر حال اینا استنتاجی هست که از شواهدی که قابل رؤیت میشه برداشت کرد. پلیسا با یه نفر دوم هم صحبت کردن و این نفر یه چیزی گفت که من اصلا انتظار نداشتم توی این پرونده بشنوم. اون نفر دوست پسر سابق مکنزی، الکس بود. اون توی پرسش و پاسخ‌هایی که با پلیس داشت بهشون گفت که اون و مکنزی برای مدت خیلی کوتاهی با هم رابطه داشتن، حدوداً 1.5 ماه تا 2 ماه. اما بعد از اون گفت که من و دومینیک هر دومون فهمیدیم که مکنزی بهمون خیانت میکنه.
من اینو دقیقا نفهمیدم چون توضیح نداد، اما چیزی که متوجه شدم اینه که مشخصاً مکنزی با هر دوشون رابطه داشته، طوری که هیچ کدومشون متوجه نشن. برای همین الکس تصمیم گرفت خودش رابطه رو تموم کنه و با آرامش هم تموم شد، چون اصلا یه چیز رسمی بینشون نبود. دقیقاً برخلاف اون و دومینیک. اما الکس همچنان توی گروه دوستیشون موند، پس تونست با عنوان یه دوست باهاشون ادامه بده. الکس به پلیس گفت که من نمیتونم طبیعت این دختر رو براتون توضیح بدم، اما به عنوان یه دوست نظرم رو درباره موضوع میگم. من میدونم که مکنزی دیوونه است و ممکنه یه همچین کاری ازش سر بزنه. اون نامتعادله و باید مواظبش باشیم. اون میگه که شخصاً به نظر اون معتقده که مکنزی این تصادف رو عمدن انجام داده، یعنی میخواسته عمدن به زندگی خودش و اون آدمایی که توی ماشین بودن پایان بده. منظورش اینه که ممکنه یه همچین کارایی ازش سر بزنه. پلیس از الکس پرسید که آیا فکر میکنی بعد از همه اینا چرا دومینیک بازم با اون موند؟ چرا رابطه‌شو باهاش تموم نکرد؟ الکس یک پاسخ شوکه کننده داد. اون گفت که مکنزی توی اتاقش یه عروسک وودو داره که این عروسک نماد دومینیکه و روی اون طلسمی گذاشته که غیر ممکنه اون ازش دور بشه یا جدا بشه. اون به اونا گفت که مکنزی یا همون کنزی به این چیزا اعتقاد داره تا جایی که حتی بعد از مرگ دومینیک سعی میکرد از طریق این چیزا با اون ارتباط برقرار کنه. اون همینطور گفت که این یه چیز عجیب برای اون نیست، چون به همه گفته بود که واقعا یه طلسم درست کرده تا دومینیک هیچ وقت ازش جدا نشه. بعضی از افرادی که پلیس ازشون بازجویی کرد یا باهاشون مصاحبه کرد همه گفتن که مکنزی این کارو کرده و واضح میگفته دومینیک مال منه، من نمیتونم بدون اون زندگی کنم و نمیتونم ازش جدا بشم. این بخش باعث شد که من یکم حرف دوست پسر سابقش رو باور کنم، چون تا قبل از این با خودم فکر میکردم شاید الکس فقط داره حرف میزنه و اطلاعاتش اشتباهه. از برادر دومینیک هم سوال شد و اونم یه چیزی گفت شبیه به حرفای الکس. یه بار دومینیک به برادرش گفته بود که مکنزی اجازه نمیده که من به حال خودم باشم و هر وقت ازش دور میشم یا میخوام با آرامش ازش جدا بشم تهدید میکنه که به زندگیش پایان میده. 2 هفته قبل از تصادف هم مکنزی دومینیک رو تهدید کرده بود که اگه اونو ترک کنه سویچ ماشینش رو بر میداره و هر دوشون رو نابود میکنه. هر وقت از کسی از نزدیکای مکنزی میپرسن، چه از دوستاش یا چه خانواده، و به خصوص دوستاش، چون شما میدونین گاهی دوستا چیزهایی میدونن که خانواده نمیدونن، همه اونا اتفاق نظر دارن که مکنزی واقعا ممکنه یه همچین کاری انجام بده و اینکه مکنزی واقعا نمیتونه از دومینیک دور بشه. هر وقت دومینیک ازش دور میشد دوباره بهش برمیگشت. علاوه بر این رابطهشون سمی شده بود، چون اگه مکنزی هر بار دومینیک رو تهدید نمی‌کرد که برگرده، چندین بار میتونستن با آرامش از هم جدا بشن. کاراگاه‌ها همه این حرفا رو جمع کردن و به این نتیجه رسیدن که مشخصاً توی ماشین یه دعوایی اتفاق افتاده، چون همه تایید کردن که اونا اغلب یه چنین دعواهایی داشتن. مشخصه که این 2 نفر توی ماشین با هم دعوا می‌کردن و در این زمان دویون خودش رو با تلفنش سرگرم کرده بوده. شاید می‌خواسته بهشون نشون بده که من با شما نیستم یا حرفاتون رو نمیشنوم، یا حتی می‌خواسته این پیغام رو منتقل کنه که دارین اذیتم می‌کنین، که ناگهان این اتفاق افتاده. تصور من اینه که طبق حرفای اونا به نظر میرسه اون دوتا با هم دعوا کرده بودن و اون از عصبانیت بلافاصله گاز رو فشار داده بود و به فشار دادنش ادامه داد. مشخصاً دومینیک سعی کرده در آخرین لحظه فرمان رو بگیره و ماشین رو بپیچونه تا به ساختمون برخورد نکنه. در نتیجه به جای اینکه ماشین مستقیم با ساختمون برخورد کنه، اول به تابلو برخورد کرده و بعد به گوشه ساختمون. تصور کنین که درست در گوشه، یعنی دور از مکنزی. شاید کمربند ایمنی همراه با ایربگ تونست شدت ضربه رو کم کنه تا مکنزی بتونه جون سالم به در ببره، اما مشخصه که اصلا براش مهم نبود که زنده میمونه یا نه. ببینین، من اول گفتم که یه لحظه داستان رو نمیفهمم، یعنی چطور میخواست عمدن همچنین تصادفی انجام بده در حالی که میدونست احتمال زنده موندنش خیلی کمه.
شاید نمیخواست این تصادف رو انجام بده و میخواست رابطه‌اش رو اینطوری تموم کنه. یا با هم بمیریم یا با هم زندگی کنیم. با این توضیح میشه گفت خوشبختانه خدا عمر دوباره بهش داد، اما از زاویه دیگه اون زنده موند و حالا باید تا آخر عمر با این عذاب زندگی کنه که اون باعث مرگ شده. مشکل فقط این نیست که اون باعث مرگ آدمو شده. مثلا دیویون این وسط چه گناهی داشت؟ همه گفتن که ای کاش دیویون باهاشون سوار ماشین نمیشد. وقتی مکنزی گفت عجله داریم، شاید توی ذهنش بود که یه همچین کاری انجام بده، یا شاید میخواست که با دومینیک صحبت کنه و دعوا کنن، اما دومینیک قبول نکرد و دیویون رو آورد. البته این سوال مطرح بود که آیا این حادثه از قبل برنامه‌ریزی شده بود یا در لحظه اتفاق افتاد. خب فهمیدن این موضوع غیر ممکنه مگر اینکه مکنزی حادثه رو به یاد بیاره یا هم اعتراف کنه. اما بازپرس‌ها از روی فیلم دوربین‌های مداربسته گفتن که این تصادف عمدی بوده، چون اول آهسته میرفت و ناگهان به یک مسیری پیچید که اصلا مسیرش نبود. یه نکته هم خیلی مهمه توی این داستان و اون اینه که مکنزی چند روز قبل هم توی همین مسیر بوده و این مسیر راه همیشگیش نبوده و کاری هم اونجا نداشته، اما ساعتها داشته اونجا میچرخیده. الان سوال دوم مطرح میشه که چند روز قبل چرا اونجا میچرخیدی؟ آیا داشتی محل و سانت میکردی؟ آیا برنامه ریزی میکردی؟ بازم نمیدونیم توی ذهنش چی میگذشته. اگر از اول با سرعت میرفت و بد میپیچید و با همون سرعت ادامه میداد، میگفتیم بله رانندگیش بد بوده و بی پروا ادامه میداده. اما با تصاویر و توضیحاتی که تا الان براتون گفتم مطمئناً این نظر رو نداری. خب پلیس اونو دستگیر کرد. اونا تمام لوازم و زیورالاتی که داشت رو ازش گرفتن. شوکه کننده است اگه بدونین یکی از اونا دستبندی بود که دومینیک همیشه مینداخت. پدر و مادر مکنزی به پلیس میگفتن شما حق ندارین اونو ببرین. پلیس بهشون گفتش که اون 18 سالشه و به عنوان بزرگسال باهاش رفتار میشه. پدرش میگفت نه، باید با اون صحبت کنم. هیچ سوالی ازش نپرسین، براش وکیل تعیین کنین تا اون صحبت کنه. به پدرش با آرامش گفتن که اگه وکیل بخواد خودش میگه، هر وقت هم بخواد صحبت کنه هیچ مشکلی نیست، وکیلش رو میگیم بیاد. اونم وکیل گرفت، اما در عین حال هیچ چیزی از اتفاقی که افتاده بود به یاد نمی آورد. ولی بعداً توی یکی از جلسات دادگاه اونو دیدن که میخندید و در واقع عادی بود. اینجا گفتن که به نظر میرسه مطمئنه که از این ماجرا قصر در میره، یا شاید هم فکر میکرده که مجازاتش سبکه. اما وقتی فهمید که بازپرسا و هیئت منصفه یه چیز دیگه میبینن و یک نظر دیگه دارن، تصمیم گرفت جلوی هیئت منصفه محاکمه نشه و تصمیم مستقیما با قاضی باشه. قاضی بهش گفت با تمام مدارکی که گفته شد تو مجرمی و حتما مدارک مفصل تری هم هست. راستی باید بهتون بگم که دادگاهش خیلی طولانیه و اگر میخواین دادگاه رو کامل ببینین توی یوتیوب موجوده. مهمترین اتفاق این بود که مجازاتش حبس ابد شد، اما امکان آزادی مشروط بعد از 15 سال داره، یعنی حدود سال 2038. مکنزی توی دادگاه ایستاد و به خانواده‌های قربانیان یعنی دومینیک و دیویون گفت که چیزی به یاد نمیاره و میخواد بگه که اون هرگز قصد انجام این کارو نداشته و شروع به گریه کرد. اون الان در ندامتگاه زنان اوهایوه. بقیه زندگیش رو باید با این حس و رنج بگذرونه. شاید حتی این کمترین تاوانی باشه که یه نفر برای قتل 2 نفر میپردازه. ممنون میشم نظرتون رو برامون کامنت بذارین. ساب و لایک یادتون نره. تا پرونده بعدی، خدا نگهدارتون.